هیچ انسانی بی دلیل وارد زندگیتون نمیشه. هر آدمی یک رسالتی داره. رفت آمد اشخاص توی زندگیتون تصادفی نیست. هر چیزی و هر کسی که در مسیر زندگی سر راه شما قرار میگیره قرار درسی و به شما یاد بده تا شما به واسطه اون بتونید به آگاهی برسید. آدم‌هایی که بلد نبودن دوستتون داشته باشن اومده بودن بهتون یاد بدن که چطوری باید خودتون رو دوست داشته باشید. آدم‌هایی که باورتون نداشتن اومده بودن که شما رو به سمت خود باوری و خود انگیختگی سوق بدن. آدم‌هایی که حمایتتون نکردن اومده بودن تا بهتون یاد بدن که چطوری خودتون رو قوی تر کنید. آدم‌هایی که بهتون ضربه زدند اومده بودن بهتون یاد بدن که حتی تو بدترین شرایط چطوری باید خودتون رو نجات بدید. شما هیچ انسانی رو بی دلیل ملاقات نخواهید کرد و اینو همیشه یادتون باشه که اگر اون درسی که باید بگیرید رو نگیرید دوباره و دوباره امثال همون آدم‌ها با ظاهر متفاوت در مکان